انجام میدادن. علما میگن هر گناهی که از اون سیئه تولید میشه 5 تا تاریکی رو تولید میکنه. یک تاریکی و بیرونقی در سیما و چهره. آثار گناه 5 تاست. اول تاریکی در قلب، دوم بیرونقی و بی روح بودن و بی حسن و جمال بودن در صورت. نه هر کسی صورتش سفیده و پوستش سفیده خوشتیپه. مهر و محبت یه چیز دیگه است، حسن و بها و جمال یه چیز دیگه است، رونق صورت یه چیز دیگه است. خداوند گفته سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. آثار وضو و سجده تو سیماشون مشخصه. اولین آثار گناه نکته های سیاه در قلب، تاریکی در قلب. پس گناه آدم رو اذیت میکنه، قلب انسان رو تاریک میکنه. وقتی قلبتون نورانی نباشه، اون فرکانس های نورانی، امواج نورانی که کل وجود تو نورانی بکنه، اول سیما تو نورانی بکنه، وجود نداره. اولین آثار گناه تاریکی بر قلب، دو بیرونقی در صوره و سیما و چهره، سه نفرت پیش خلق خدا. کی از یه آدم فاسد خوشش میاد؟ حتی اگه فرزندش باشه. از یک فرزند دزد، دیوندوبار، موذی، مضر، فاسد، مفسد، بی تقوا، مواد فروش، ظالم، هیچ پدری خوشش نمیاد. پس سومین آثار گناه نفرت در دل خلق خدا و پیش خلق خدا، پیش مسلمان و کافرش. داری میبینی بعضی از عزیزانمون از ما جدا کردن، معتاد شدن، هیچ کس تحویلشون نمیگیره غیر از زباله دونی. جاشون تو آشغال دونی است، جاشون تو خانه های خرابه است، باید تو زباله ها بچرخن. بعضا بچه های سرمایه دار هم هستن، خانواده دار هستن، پدر و مادر با تقوا هستن، حرمت دارن، احترام دارن تو جامعه. این آثار گناهه. پس اول تاریکی در قلب، دوم بیرونقی در صورت و سیما، سوم نفرت در دل بندگان خدا، چهارم تاریکی در قبر. وقتی زندگی انسان تاریک شد، قبر انسان هم یک زندگیه. انسان 4 تا زندگی داره، یکی تو شکم مادرشه، یکی تو دنیاست و یکی تو قبر برزخه، زندگی برزخ، و یکی تو آخرته. تاریکی در قبر و پنجم بیبرکتی و بیرونقی در رزق و روزی. انسانی که آلوده به معصیت میشه، اگه مال قارون هم داشته باشه برکت نداره. شب 100 میلیون هم در بیاره چون آلوده به معصیت شده. جوانایی داریم که خدا در روزی رو براشون باز کرده، رفته 200 میلیون یه خانه مثلا تو تهران